ورزشگری توجیک فیروز میرزوراجابов در روز اولی سبقت‌های چمپیونات آسیا اوید با گشتنی طرز آزاد و یونان ریمی میانی نورسان که در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان جریان دارد با گرفتن مدال طلا دست یافت. شرح بیشتر در تصنیف همکارانمان. ورزشکار تاجیک فیروز میرزوراجابov در وزن 55 کیلوی گوشتین یونان نوریمی در دوره اول چمپیونات آسیا آزاد بود. در آخر اول خود بر ورزشکار ترکمنستان و بعداً بر نماینده قزاقستان پیروز شده به فینال راه یافت. در دوره نهایی فیروز میرزوراجابov ورزشکار ازبکستانی را با حساب 4-2 شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. دو جای سوم را در این وزن ورزشکاران قزاقستان و هندوستان اشغال نمودند. در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا کوزمایو از روی 7 وزن سوار گرفت که ورزشکاران ما در 4 وزن گوشتین گرفتند. دو ورزشکار دیگری ما سوراب علیموف در وزن 45 کیلو و دولتجان خدایبردیوف در وزن 48 کیلو سزاوار جای پنجم شدند. در مسابقات مذکور 308 ورزشکار از 19 دولت قاره آسیا شرکت دارند. جمهوری ما را در چمپیونات مذکور که تا 7 ایول ادامه یابد 13 ورزشکار نمایندگی دارند.